از شما طلب میکنیم که دعا کنید در حق همین خیر کننده ما. خدای خداوند پروردگار اینایی که شرطی هم خیادم یکی از بزرگترین، یکی از اولادترین، یکی از شخصیت های با ارزشترین من از دست دادم که او مادر من بود و من نیز از همه بینندگان و شنوندگان التماس میکنم که در حق مادر مهربان من نیز دعاگو باشین و من هم در حق همه شما هموطنان دعا میکنم که دائم کامیاب باشین، موفق باشین، سربلند باشین، در هر کجایی که هستین لباس عزت و عافیت در تن داشته باشین. الحمدلله که امروزها این وطنی تنج داریم، آرام داریم، صلح و ثبات داریم. دعا کنیم که این تنجی، این صلح و ثبات، این امنیت و آرامی در وطن عزیزمان تاجیکستان پایدار باشد و استوار باشد و برقرار باشد. در خانه هر یک فرد تاجیک لبخند باشد و صدای خوشی و خوشحالی و خرسندی باشد. آمین. مادر مهربان با مبلغ 6000 سومانی ما بین انوشیروان توفا میکنیم و از شما طلب میکنیم که دعا کنید در حق همین خیر کننده ما. خدای خداوند پروردگار اینایی که شرطی هم خیادم اذیت کنند. خدای خدا همه سر بلند خانه بود. خدای مادرتان شایسته جنت کن. خدای خداوند هم خیلی کردگی تا کنند هر روزی بد سری خمه نمیره. مادر جان شما را نیز یک دعای کوتاه الهی آمین. الحمدلله پروردگار کریم 18000 عالم، اولا شما خداوند کریم به کارتان، به نسلتان، به جونتان، به زندگیتان، به فرزندانتان خداوند برای برکت عطا فرماید. فیض و برکت به خاندانتان بریزانه، نحسب خیزانه. خداوند کریم 18000 عالم دستی کم سر خم نبینه. کسان خیر کردین، دست یاری دراز کردین، خداوند به درگاه پاکش قبول فرماید. خداوند کریم رفتگان و گذشتگان ما را پروردگار کریم غرقی رحمت شایسته جنت کنند. مادرش ما را پروردگار 18000 عالم همین خیلی فرزند بزرگ کلام کردین. خداوند سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدران و مادران و هموطنان عزیز، الله مهربان در هر کجا که هستین لباس عزت و عافیت در تن داشته باشین. این لحظه که میبینین در پهلوی من یکی از چهره های شناخته، یکی از عالم های معروف و مشهور استاد داملا محمدالله حضور دارند. از این فرصت طلایی استفاده برده در این ماه مبارک رمضان که ماه رحمت و ماه مغفرت و ماه شستشوی گناه ها و اجابت دعا هاست، در حق تمام هموطنانم از این استاد بزرگوار طلب میکنیم که یک دعای خیری داشته باشند. راستیش این بزرگواران غنیمتن. میگه زنده رو تا زنده است باید به فریادش رسید، بعد مردن بر سنگ مزارش خاک پوشیدن چی شد. احترام این استادان و احترام پدر و مادر و دیداربینی از پدر و مادر و یار و برادر و خواهر در زندگی بهتر و اولادتر و خوبتر است. از ایشان طلب دعا میکنیم در حق تمام هموطنان که دعای خیری داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. از الله ذوالجلال در این دهه رحمت که در این دهه اول نزول رحمتی پروردگار است برای همه مسلمانان کره زمین، الله ذوالجلال در حفظ و حمایتش نگهبان باشد و الله ذوالجلال مخصوصا مسلمانان دیار ما، مسلمانان دیار تاجیکستان عزیز ما خداوند همشون در حفظ حمایتش نگهبان باشد، در کسب کار و عمر جانشان برکات عطا بفرماید و این یک ماه تراویح و تسابیح و ختم قرآن که در همه مساجد ها کرده ایستادن خداوند و درباره بیکنارش قبول بفرماید. و البته که در این ماه رمضان امسال باز یک مصیبتی که به سر این مردم تاجیکستان آمد که از دست دادن و رفتن
حضرت داملا حکمت الله خداوند رحمت و مغفرتش کنه. خداوند همراه علما و فضلا و شهدا فردا روز قیامت محشورش بگردونه که سرپوشی یعنی که تمامی همین مردم تاجیکستان بودن، پیشوا بودن، قدوه مردم تاجیکستان بودن، عالم متقی بودن، حافظ قرآن بودن، عالم بودن، با تقوا بودن. همه فضایلی که در آدمی وجود داره در حضرت دیده میشه. بسیار بسیار خاکسار بودن، سخن بلند نداشتن، دائما ترس خدا داشتن. البته که در دوام عمر خودشون در راه دین، در راه خدمت همه مردم چیکار کردن؟ صرف کردن. الله عزوجلال روح حضرت داملا حکمت الله فرماید خداوند و مثل حضرت داملا با صدها و هزارها نفر دیگه به دنیا بیارن و الله عزوجلال مسلمانان جمهوری ما را خداوند در حفظ حمایش نگهبان باشه. تنجی و امانی را خداوند حکم می‌فرماید و الله عزوجلال مخصوص در این ماه شریف رمضان می‌بینیم که مردم در تلفن بسیارتر سوال میتن از باب روزه و از باب نماز تراویح و از ختم قرآن و زیادتر سوال میدن در باب زکات اموال. البته که نشانه مسلمانی و با ایمانی این مردم شریف تاجیکستان است و اونهایی که در این ماه میبینیم که بسیار بگاه میبینیم در هر کجا مثلا که گوشت تقسیم میکنن و در هر کجا مثلا که خوراک تقسیم میکنن، کم بیزارت ها به خاطر مردم مسلمان میزند، خصوصا برادرانی که خدمت میکنن به کم بیزارت ها، مسلمانانی که خدمت میکنن برای مسلمانانی که در این ماه البته که چی از همه دارو نیست، همه بای و دولت نیست، مثلا که طعامشان کم ترک خوب میشود یا سر و لباس میکنن. این برادرایی که خدمت میکنن البته که همه یک مثلا خدمتی که در غیر رمضان میکنی در رمضان 70 برابر اجر مزد و زیادتر است. الله عزوجلال این برادرایی که جوان مردایی که خدمت میکنن برای همه مردم شریف تاجیکستان، برای همه مسلمانا خداوند در این ماه البته که چی از همه دارو نیست، همه بای و دولت نیست، مثلا که طعامشان کم ترک خوب میشود یا سر و لباس میکنن. این برادرایی که خدمت میکنن البته که همه یک مثلا خدمتی که در غیر رمضان میکنی در رمضان 70 برابر اجر مزد و زیادتر است. الله عزوجلال این برادرایی که جوان مردایی که خدمت میکنن برای همه مردم شریف تاجیکستان، برای همه مسلمانا خداوند در حفظ حمایش نگهبانشون باشه. خداوند در همه جمهوری همه جوان مردا را زیاد بگردونه که دستگیری مردم کنن، کم بیزارت ها را دستگیری کنن و خداوند هرگیز این برادرها و جوان مردایی که و مسلمان ها و با این مردم خیرخواهی میکنن هرگیز پروردگار دستی کم نبینن. در بدل هر یک تنگه صرف میکردگیشون خداوند هزارها و میلیون ها برابر با از خزانه غیب خودش نصیب روزیشون بگرداند و دائما الله ذوالجلال تنصیحت سربلند در حفظ حمایش نگهبانشون باشه. خداوند عاقبت همه کار ما و شما را به خیر بگرداند و الله ذوالجلال این مملکت ما را خداوند از همه گزندهای زمینی و آسمانی در حفظ حمایش نگهبان باشد. یا حلیم یا علیم یا ذل جلال و الاکرام برحمتیک یا ارحم الراحمین. سلامت باشید عزیز بزرگوار، سلامت باشید از رحمت. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان، پدران و مادران، این لحظه الحمدلله که در نزد یکی از استادان بزرگ، یکی از چهره‌های شناخته اکای داملا عبدالرحیم قرار دارم. الحمدلله که این فرصت دیدار برای من فراهم شد. هر وقتی که این استادان و این بزرگان که من دیدار بینی میکنم، از این استادان در حق تمام هموطنان و برادران و خواهران و مهاجرین و مسافرین طلب دعا میکنم. تنها برای خود نه، برای تمام همین مسلمانان طلب دعا میکنم. در این ماه مبارک رمضان قرار داریم که در این دهه رحمت که این ماه صفا و صمیمیت و بخشش و اجابت دعا هست، از این استاد بزرگوار خواهش میکنیم که در حق تمام برادران و هموطنان عزیز دعای خیری داشته باشند. استاد بزرگوار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماه شریف رمضان، ختم قرآن عظیم الشان را از برای تمام مسلمانان تاجیکا و تاجیک زبانهای عالم تبریک و تهنیت میگویم. خواه در دیار باشند، خواه در سفر مهاجرتی باشند، پروردگار به شرافت این ماه بزرگ، به خاطر آنکه شبهای آن شب قیام ختم قرآن است، روزهای آن روزی روزداران است، پروردگار را فیض برکات خیرات حسنات خویش را در ملک سرزمین ما نازل فرما. خداوند اهل این دیار را از جمیع بلا و گزندها حفظ کن. پروردگار را سعادت دارین نصیب شان بگردان. خدایا رزق روزی بنده های مؤمن فراخ و وسیع بگردان. پروردگار را حبیب دلها محمد صلی الله علیه و سلم بشارت داده است و هو شهر المواسات. این ماه همبستگی و ماه مواسات است، ماه خیرخواهی است، ماه غمخواری است، ماه غم بنده های کمبغل خوردن است، ماه جوانمردی جوانمردا و توانگرا است. پروردگار را غیرت همت توانگرا را بازم بیشتر و زیادتر بگردان. پروردگار را به فقرا و کمبغلا صبر عنایت فرما. خداوند و برکات خویش را در خاندانشون نازل فرما. پروردگار عاقبت امور مسلمانان را به خیر انجام ده. خداوند این روزه را روزدارا به خاطر تو میگیرن و خود بشارت داده ای که فإنه لی و انا اجزی به. روزه روزدارا به خاطر من است و پاداش و مکافات این روزدارا را در ذمه من است. خداوند عاجزانه دعا میکنیم درگاه بی‌نیازی خودت از کرم خویش مسلمانان را غنی گردان. فیض برکات در ملک سرزمین ما نازل فرما. ارواح گذشته ها من رحمت مغفرت کن. پروردگارا و بیماران و شفای کامل و عاجل عنایت فرما. خداوند و رزق و روزی بنده ها تا فراخ و وسیع گردان که هرگز محتاج دست دیگر نگردند. پروردگارا جوان مردایی را که در این ماه بزرگ خیر میکنند برکاتشون مضاعف گردان. خیر برکات در خاندانشون نازل بشه و خیر فرزندا و نبیره و ابیره هاشون ببینند. واقعا این ماه جوان مردا است، ماه غیرتمندا است، ماهی هست که دیگر ثروتمند و کمبغل در یک سطح قرار میگیرند. همه گرسنه هستند، همه تشنه هستند، همه به خاطر عبادت پروردگار از تمام لذت های زندگی در طول روز سعی میکنند که دورتر باشند و عبادت مشغول باشند. پروردگار عاجزانه دعا میکنیم برادرای رهدوری و مهاجری ما را در پناه امن اسمتت محفوظ دار. سالم و غانم و سربلند تن صحت با بازگشتن به دیار براشان نصیب و روزی گردان. خداوند در مساجد ما، در خاندان مسلمانان ما هرگز فیض برکات خویش را قطع مگردان. عاقبت امورمون به خیر انجام ده. برادرایی را که در این ماه بزرگ سعی میکنند که فایده و منفعت شو به مسلمانای دیار رسد، خداوند از جمیع بلا و گزند و آفت ها حفظشان کنه. پروردگار سعادت دارین نصیب و روزیشان گردان. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. برکت